السلام علیکم پدران، مادران، اکا، دادران و خواهران مسلمان. من مادر بلال جان و مرتضی جان هستم. بلال جان، مرتضی جان من بیماریشان معیوبن، بیماریشان دتسپی هستن، گپ نمیزنن، راه نمیگردن. از سببی که سودرگیشان بسیار بود، از گپ زنی، از راه گردی میماندن. کسا نمیتوانند از برای الله به فرزندان معیوب من کمک کنند. مرتضی جان 6 سال است و بلال جان 12 سال است. کسانی نمیتوانند در حق فرزندان من یک کف دعا کنند. خداوند نگهبانتون باشه، در امان الله باشید. همین کار نمی باشد.